به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع کنم. خاطرات پس از مرگ، براز کوباس، ماشادو د آسیس، ترجمه عبدالله کوثری. این کتاب بسیار زیباست. بهتون پیشنهاد میکنم حتی قبل از اینکه من این کتاب رو شروع کنم به خوندن برای خودتون بگیرین و حتما مطالعه کنید. این کتاب توسط نشر مروارید در سال 1382 به چاپ اول و در سال 1395 به چاپ ششم رسیده. خاطرات پس از مرگ که با تصویرسازی زیبا نوشته شده و به شما پیشنهاد میکنم خواننده این کتاب باشید. اما ابتدا من نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم، بعد نوشته روی جلد سمت راست و نوشته روی جلد سمت چپ و بعد کتاب رو با هم شروع میکنم. من نویسنده فقید هستم، اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده، بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می نویسد. ماشادو د آسیس با این تمهید هوشیارانه و بیمانند راوی این زندگی نامه را آزاد می گذارد تا فارغ از همه دغدغه‌های آدمی زندگی خود را روایت کند و روایت این زندگی فرصتی می شود تا نویسنده تیزبین و متفکر با زبانی آمیخته به طنزی شکاکانه زیر و بم وجود آدمی، عواطف و هیجانات، بلند پروازی ها و شکست ها و پیروزی های او را از کودکی تا دم مرگ پیش روی ما بگذارد و پرسش های ناگزیر را در ذهنمان بیدار کند. خاطرات پس از مرگ بعد از انتشار به زبان انگلیسی در شمار 100 رمان بزرگ جهان جای گرفت و نویسنده آن امروز بزرگترین نویسنده امریکایی لاتین در قرن 19 و به عقیده برخی منتقدان مثل سوزان سونتاگ بزرگترین نویسنده این قاره در 2 قرن اخیر به شمار می رود. اما نوشته روی جلد سمت راست. عبدالله کوثری در سال 1325 در همدان به دنیا آمد. در تهران تحصیل کرد و در سال 1348 از دانشگاه ملی شهید بهشتی لیسانس اقتصاد گرفت. از اوایل دهه 1340 شعرهایش در برخی نشریات ادبی از جمله جنگ طرفه و فردوسی به چاپ رسید و از سال 1346 با مجله خوشه و کتاب جمعه به سردبیری زنده یاد احمد شاملو همکاری پیوسته داشت. ترجمه را از سال 1352 آغاز کرد و تا کنون بیش از 40 کتاب در زمینه ادبیات و علوم انسانی به خصوص اقتصاد با ترجمه او منتشر شده است. در 2 دهه اخیر در شناساندن ادبیات آمریکای لاتین به خوانندگان فارسی زبان تلاش کرده و آثار عمده 2 نویسنده مشهور این قاره، کارلوس فوئنتس و ماریو بارگاس یوسا را ترجمه کرده است. این مترجم در انتشارات 2 مجموعه بنیانگذاران فرهنگ امروز و نسل قلم نیز همکاری داشته است. کوثری علاوه بر ترجمه در زمینه ویرایش نیز فعالیت داشته و همچنین با اغلب نشریات ادبی همکاری کرده است. کوثری ویراستار و همکار نشریه مترجم است که در مشهد منتشر می شود. اما نوشته روی جلد راست. ژواکیم ماریا ماشادو د آسیس در سال 1839 در ریو دو ژانیرو زاده شد. کار در دنیای چاپ و نوشتار را با حروفچینی و تصحیح نمونه‌های چاپی آغاز کرد و آنگاه نویسنده ستون حوادث در روزنامه‌ها شد.
مجموع آثار او به 31 مجلد می‌رسد. ماشادو در همه عرصه‌های ادبیات طبع آزمایی کرده است، اما امروزه شهرت او بیشتر در گروه 3 رمان بزرگ خاطرات پس از مرگ، براسکوباس و کینکاسبوریا و دون کاسمورو و نیز 40 داستان کوتاه از مجموعه 100 داستان و چندین شعر از جمله ترجمه شعر کلاغ ادگار آلن پو است. ماشادو د'آسیس از نخستین نویسندگانی است که به رئالیسم روانشناختی روی آورد. بسیاری از صاحب نظران او را بزرگترین نویسنده آمریکای لاتین در قرن 19 می‌دانند. خب با من همراه باشید که این کتاب جالب را کشفش کنیم. تقدیم به اولین کرمی که بر کالبدم افتاد. فکر میکنم با همین اولین تقدیمی در ابتدای کتاب متوجه عجیب بودن این کتاب میشید. اما درباره نویسنده، ژواکیم ماریا ماشادو د'آسیس به سال 1839 در ریو دو ژانیرو زاده شد. پدرش مولاتویی نقاش ساختمان بود و مادرش زنی سفیدپوست از پرتغال. این خانواده با هر معیار که بسنجیم فقیر بود. مادرش وقتی او کودکی خردسال بود درگذشت و نامادری مهربانش که زنی مولاتو بود او را بزرگ کرد. ماشادو مدرسه ابتدایی را که در برزیل دوره 5 ساله داشت تمام کرد. در همین ایام پدرش نیز مرد و نامادریش در مدرسه دخترانه به کار آشپزی گمارده شد. احتمالاً ماشادو در کلاس‌های این مدرسه حضور می‌یافته. او زبان فرانسه را از نانوایی فرانسوی که همسایه‌شان بود فرا گرفت. در امریکای لاتین فرزندی که حاصل پیوند میان نژاد سیاه و سفید باشه بهش میگن مولاتویی. ماشادو از همان ایام بلوغ و شاید پیش از آن مصمم بود که به جرگه اهل قلم بپیوندد. کار در دنیای چاپ و نوشتار را با حروف چینی و تصحیح نمونه‌های چاپی آغاز کرد و آنگاه نویسنده ستون حوادث در روزنامه‌ها شد. در تمام این مدت در محافل ادبی ریو دو ژانیرو شرکت می‌جست و سخت‌کوشانه می‌خواند و می‌نوشت. مجموعه آثار او که کامل هم نیست به 31 مجلد می‌رسد. ماشادو کم و بیش در همه عرصه‌های ادبیات طب‌آزمایی کرده. شعر حماسی، شعر غنایی، نمایشنامه، نقد، داستان کوتاه، رمان و روزنامه‌نگاری. اما امروز شهرت او بیشتر در گروه 3 رمان بزرگ خاطرات پس از مرگ براسکوباس که در سال 1880 نوشته شده، کینکاسبوریا 1892 و دن کاسمورو در 1900 و همچنین 40 داستان کوتاه از مجموعه 100 داستان و چندین شعر از جمله ترجمه استادانه کلاغ ادگار آلن پو است. بیشتر داستان‌های ماشادو تا قبل از سال 1879 به سبک رمانتیک رایج در آن ایام بود. در این سال وضع جسمانی نویسنده که هیچگاه مردی سالم و خوشبنیه نبود چنان به مخاطره افتاد که چند ماهی در آسایشگاه بستری شد. ظاهراً در همین ایام بران شد که خود را از قید آن سنت‌های ادبی که با شخصیتش تناسب نداشت خلاص کند. نخستین ثمره این تصمیم رمان حاضر بود که در سال 1880 منتشر شد. این رمان که ظاهراً نویسنده آن را به همسرش تقریر کرده، نه تنها نشانه دور شدن از رمانتیسم و رفتن به سوی نوعی رئالیسم روانشناختی است، بلکه نشانه دور شدن از ادبیات فرانسه و رفتن به سوی ادبیات انگلیسی زبان نیز هست. ماشادو خواندن به انگلیسی را آموخته بود و از هواداران سرسخت ادبیات انگلیسی زبان بود. این کتاب بر شهرت ماشادو که پیش از آن نیز تصویر شده بود بسیار افزود. مدت‌ها پیش از آن منتقدان او را مهمترین نویسنده برزیل می‌دانستند. فرهنگستان برزیل به اتفاق آرا او را به ریاست برگزید و ماشادو از سال 1897 سال تأسیس این فرهنگستان
تا 1908 که درگذشت در این مقام باقی بود. در سال 1869 ماشادو با زنی فرهیخته اهل پرتغال که 5 سال از خودش کوچکتر بود ازدواج کرد. زندگی این دو در برزیل نمونه زندگی سعادت‌آمیز شمرده میشد و شعرهایی که ماشادو بعد از مرگ کارولینا به سال 1904 سرود هنوز از شعرهای کلاسیک زبان پرتغالی شمرده می شود. آن دو فرزندی نداشتند. بخش عمده‌ای از زندگی ماشادو به خدمت در دستگاه دولت گذشت و می توان از این حیث او را بوروکرات نامید. این از آن روی بود که در آن ایام گذران زندگی با نوشتن ناممکن بود. ترقی او از پایین ترین لایه‌های ساختار اجتماعی به بالاترین آنها نمونه داستانی است که در آن سخت‌کوشی، مسئولیت پذیری و ایستادگی سرانجام پاداشی در خور خواهد یافت. اما اگر به نوشته‌های او رجوع کنیم در میابیم که ماشادو هرگز این عقیده را نپذیرفته بود که انسان میتواند صرفاً با رعایت قواعد بازی به موفقیت برسد. اغلب شخصیت‌های او در آغاز از موقعیت اقتصادی ممتازی برخوردارند، هرچند نه به سبب شایستگی خودشان. اما در عرصه‌های غیرمادی آدم‌هایی بی‌مایه به شمار می‌آیند. در میان این شخصیت‌ها برندگان و بازندگانی به چشم می‌خورند، اما بازی که آنها درگیرش شدند چنین می‌نماید که بیشتر در گرو تصادف و اقبال است، نه مهارت و شایستگی. عنصر نسبیت و رابطه متقابل همواره در میان است. انسان برنده حقیر است. اگر امروز برنده می شود، فردا بازنده خواهد بود. ماشادو از سلامت جسم بی بهره بود. لکنت زبان داشت. نزدیک بین بود و احتمالاً مبتلا به سر. شاید مشکلاتی جسمانی یکی از سرچشمه‌های طنز او باشد. اما چیزی که با این مشکلات توجیه نمی شود و حتی توجیه ناپذیرتر می نماید انکار ابرمرد در اندیشه ماشادوست. بی تردید عناصری نیچه‌ای در فلسفه براسکوباس وجود دارد که ماشادو در اواخر کتاب آن را به تمسخر می گیرد. ماشادو هرچند مطالعه‌ای بسیار گسترده در ادبیات داشت، چنان که از نقدهایش پیداست پیروی از فرمایش‌های کاذب را رد می‌کرد و چنان که در آثارش می‌بینیم بیشتر به عوامل ذهنی کشف ناشده یا کشف ناشدنی علاقه داشت. درباره ماشادو د آسیس چیزی که نوشته خود نویسنده باشد در دست نیست و از این روز که زندگی او بیش از هر نویسنده برزیلی برای زندگی نامه نویسان جذاب بوده است. او خود در رمان دون کاسمورو می نویسد در زندگی و در کتاب همه چیز روشن نیست. گویاترین شاهد این گفته شاید زندگی خودش باشد. اما میریم نوشته سوزان سونساک درباره این کتاب رو بخونیم. زندگی تنها آنگاه که به انجام رسیده باشد میتواند تمامی شکل و معنایی را که به خود گرفته آشکار کند. بنابراین زندگی نامه‌ای که قرار است کامل باشد باید به انتظار مرگ فرد بماند. متاسفانه نوشتن زندگی نامه خودنوشت یا اتوبیوگرافی در این وضع آرمانی ناممکن است. زندگی نامه های داستانی نیز در عین اینکه محدودیت های زندگی نامه واقعی را در نظر گرفتن کوشیدن جانشین مناسبی برای روشنگری های مرگ ابداع کنند. زندگی نامه های داستانی حتی شاید بیشتر از زندگی نامه های واقعی کار پیرانه سر هستند. راوی سال خورده یا دست کم خارج از دور بعد از کنارگیری از قیل و قال زندگی می نشیند و می نویسد. اما این نویسنده هر قدر هم که به سبب سال خوردگی به آن نقطه آرمانی نزدیک شود باز هم در سمت نامناسب مرزی ایستاده که فراتر از آن زندگی و داستان زندگی سرانجام معنا می‌یابد. من تنها یک نمونه از این ژانر افسون کننده یعنی اتوبیوگرافی تخیلی سراغ دارم که توانسته
طرح زندگی نامه را به صورت مطلوب و از قضا طنزآمیز تحقق بخشد و آن خاطرات پس از مرگ براسکوباس در سال 1880 است که ترجمه انگلیسی آن با عنوان گور یا گور نوشته برنده حقیر یا گور نوشته برنده حقیر منتشر شده است. در همان آغاز فصل یکم مرگ نویسنده براسکوباس شاد و سرخوش اعلام می کند من نویسنده فقید هستم، اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده، بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می نویسد. این نخستین شوخی شکل دهنده این رمان است و این شوخی درباره آزادی نویسنده است. خواننده به این بازی دعوت می شود که کتابی را که در دست دارد رویدادی بی سابقه در ادبیات به شمار آورد. خاطرات پس از مرگ که از زبان اول شخص نوشته شده است. بدیهی است که حتی یک روز از زندگی را نمیتوان به طور کامل باز گفت تا چه رسد به تمام زندگی. زندگی طرحی مشخص نیست. همچنین روایتی بیان شده از زبان اول شخص آدابی کاملا متفاوت با روایت از زبان سوم شخص دارد. کند کردن، شتاب دادن، حذف کامل یک قسمت، شرحی پرطول و تفصیل، خودداری از شهر، این همه وقتی از زبان من باشد وزن و حسی القا می کند و آنگاه که از جانب دیگری یا درباره دیگری باشد وزن و حسی دیگر می یابد. بسیاری از چیزهایی که از زبان اول شخص تاثیرگذار، بخشودنی یا تحمل ناپذیر می نماید وقتی درباره سوم شخص باشد چیزی خلاف آن می شود و برعکس. این نکته را می توان خیلی آسان اثبات کرد. هر صفحه از این کتاب را با صدای بلند یک بار آنچنان که هست و بار دوم با گذاشتن او به جای من بخوانید. برای پی بردن به تفاوت شدید میان رمزهای حاکم بر ضمیر سوم شخص. یک بار هم صیغه مؤنث را به جای مذکر بگذارید. بعضی نشانه‌های احساس مثل نگرانی تنها در صدای اول شخص بازتاب می‌یابند. همچنین جنبه‌هایی از روایت، مثلا گریز زدن از موضوع در متن از زبان اول شخص طبیعی می‌نماید، اما اگر درباره سوم شخص باشد نشانه ناشیگری شمرده می‌شود. بنابراین هر نوشته‌ای که به ابزارها و روش‌های خود آگاه است باید آن را از زبان اول شخص بدانیم، اگرچه ضمیر اصلی آن من نباشد. نوشتن از خود، داستان واقعی یعنی داستان شخصی، اغلب گستاخی شمرده می شود و نیازمند توجیه است. رسالات مونتنی، اعترافات روسو، والدن، نوشته تورو و اغلب زندگی نامه های کلاسیک با آن بلند پروازی معنویشان پیشگفتاری دارند که در آن نویسنده رو در رو با خواننده حرف می‌زند و به جسارت کار خود اعتراف می‌کند. به وسواس و خویشتن‌داری، فروتنی، نگرانی که میبایست بر آن چیره میشد اشاره می‌کند. مدعی سادگی و صداقتی بیمانند می‌شود و سودمند بودن این اثر خودبینانه برای دیگران را به رخ خواننده می‌کشد. نویسنده زندگی نامه خود نوشت داستانی نیز خواه چیزی باب روز بنویسد و خواه نوشته عمیق مثل زندگی نامه نویس واقعی کتاب را با توضیحی تدافعی یا تهاجمی درباره نوشتن کتابی که خواننده در دست دارد آغاز می‌کند و یا دست کم به شکست نفسی می‌افتد تا نشان بدهد که از اتهام خودبینی می‌ترسد. این صرفاً گلو صاف کردن یا جمله مؤدبانه برای مهلت دادن به خواننده نیست. شلیک اول در مبارزه برای اغوای خواننده است و در این مبارزه نویسنده زندگی نامه خودنوشت تلویحاً می‌پذیرد که قلم فرسایی داوطلبانه درباره خود ناپسند و وقیحانه است.
جلوه فروشی پیش چشم افرادی ناشناس، بی هیچ چیز جالب، موفقیتی عظیم یا جنایتی هولناک، یا بی هیچ ترفندی برای مستند نمایی، مثلا وانمودن اینکه این کتاب برگرفته از نوشته های خصوصی مثل خاطرات و نامه هاست. افشاگری هایی که در اصل قرار بوده فقط دوستانی معدود آن را بخوانند. اما آنگاه که داستان زندگی رک و راست به زبان اول شخص به خوانندگانی هرچی بیشتر عرضه می شود، رخصت گرفتن نویسنده برای شروع کتاب چیزی نیست جز حداقل دوراندیشی و آدابدانی نویسنده زندگی نامه خودنوشت. تمهید بی همتای به کار رفته در این کتاب یعنی این دعوی که اینها خاطراتی است نوشته آدمی که مرده. پیش و تابی اضافی است بر این دلشوره که خواننده چه فکر می‌کند. البته نویسنده می‌تواند وانمود کند که اهمیتی به اون موضوع نمی‌دهد. واقعیت این است که حتی نوشتن از ته گور هم این راوی را از دغدغه سمج درباره چگونگی استقبال از اثرش خلاص نکرده است. نگرانی تحقیرآمیز او در قالب نوشته‌اش در شتاب نمایان کتاب آشکار می شود. این نگرانی در شیوه قطع و وصل و در نواخت آغازها و پایانها نهفته است. 160 فصل که برخی از آنها از فشردگی به 2 جمله می رسد و چند تایی بلندتر از 2 صفحه می شود. همچنین نگرانی در سفارش‌ها و یادآوری‌های بازیگوشانه اغلب در پایان فصل‌ها مشهود است و در اینجا به بهترین وجه از آن استفاده شده. این فصل باید بین 2 جمله اول فصل 129 جای گیرد. لطفاً توجه داشته باشید که این فصل قرار نیست عمیق باشد. بهتر از خودمان را درگیر روانشناسی نکنید. توجه تحقیرآمیز به ابزارها و روش‌های کتاب، انکار مکرر هر گونه تعمد در انگیزش عواطف خواننده. من از فصل‌های شاد خوشم می‌آید. نیز نشان از همان نگرانی دارد. اینکه از خواننده بخواهیم به سبکسری‌های نویسنده تسلیم شود. در واقع از شاگردهای نویسنده اغواگر است و درست مثل آن است که وعده هیجان فراوان یا دستیابی به دانشی جدید به او بدهیم. هیاهوی مؤدبانه نویسنده زندگی نامه درباره صحت و دقت روایتش در واقع نقیضه‌ای بر خودبینی شدید اوست. اما نوشته‌ای که خانم سوزان سونساگ درباره این کتاب نوشتن خیلی طولانی هستش و من ترجیح میدم که برم و این کتاب رو شروع کنم. حالا هر چقدر که کم ولی باز هم بتونم یه ذره از این کتاب رو برای شما بخونم. ابتدا خود نویسنده کتاب براسکوباس اینو پس از مرگ براسکوباس، یعنی از زبان براسکوباس این نوشته آورده شده و بعد کتاب رو شروع کرده. اما به خواننده وقتی از استاندال میشنویم که یکی از کتابهایش را فقط برای صدنورد نوشته هم تعجب میکنه و هم برآشفته میشویم. اما دنیا اگر بشنود کتاب حاضر نه مثل کتاب استاندال 100 خواننده، نه 29، حتی 10 خواننده دارد، نه تعجب میکند و نه شاید برآشفته میشود. گفتم 10 خواننده، فوقش 5 تا. راستش را بخواهید این کتاب همه‌اش روده درازی و پرگویی است و من که براسکوباس باشم اگر هم در نوشتن آن از سبک آدمی مثل استرن یا زاویر دمستر تقلید کرده باشم احتمالاً یک جور بدبینی آکنده از قنوق و گنده دماغی خاص خودم را چاشنی آن کردم. کاملا امکانش هست. این نوشته آدمی است که دیگر مرده. من این کتاب رو با قلم نشاط و مرکب مالی خولیا نوشتم و خودتان می توانید حدس بزنید که از این پیوند چه معجونی به بار می آید. علاوه بر این آدم‌های جدی و متین در این کتاب به جنبه‌ای از رمانس ناب می رسند. حالان که جماعت سبکسر و کله پوک از رمانس محمود خودشان اثری در آن نخواهند یافت. بنابراین سرنوشت این کتاب این است و این خواهد بود که آدم‌های جدی و متین ارجی به آن نمی‌گذارند.
و جماعت سبکسر و کله پوک هم علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دهند و می‌دانیم که این دو فرقه دو ستون عمده افکار عمومی هستند. با همه اینها هنوز امیدوارم که بتوانم نظر لطف مردم را جلب کنم و اولین قدم در این راه پرهیز از مقدمه دور و دراز و پیچیدن به نکات جزئی است. بهترین مقدمه آن است که تا میتواند کمتر بگوید یا مطلب را به موجزترین شکل بیان کند، حتی اگر کار به ایهام بکشد. بنابراین روش تألیف این خاطرات را که در این عالم بالا نوشته شده توضیح نمیدهم. این روش عجیب ترین روشی است که تا به حال دیده اید، اما توضیح آن کلی جا میگیرد و از این گذشته برای درک این کتاب ضروری نیست. کتاب باید به خودی خود کامل باشد و این نوشته اگر رضایت تو خواننده عالی مقام را جلب کند، من مزد زحمت خود را گرفتم و اگر تو از آن راضی نباشی، من با بشکنی مزد زحمتت را تقدیم می کنم و شر تو خلاص می شود. براز کوباس. اما فصل 1. مرگ نویسنده. گاهی اوقات حیران میمانم. نمیدانم این خاطرات را از اول شروع کنم یا از آخر. به عبارت دیگر، از تولد خودم یا از مرگم. قبول دارم. رسم و راه رایج این است که آدم از تولد شروع کند. اما دو نکته باعث شد روش متفاوتی پیش بگیرم. نکته اول این که اگر بخواهیم دقیق حرف بزنیم، من نویسنده فقید هستم. اما نه به معنای آدمی که چیزی نوشته و حالا مرده، بلکه به معنای آدمی که مرده و حالا دارد می نویسد. نویسنده‌ای که گور برای او به راستی گهواره جدیدی بوده. نکته دوم این که اگر اینجور نگاه کنیم، کتاب نوشته‌ای طرب‌افزا و بدیع خواهد شد. موسی هم که مرگ خود را روایت کرد، آن را نه در آغاز که در پایان کتابش گذاشت. و این تفاوت اصلی این کتاب با اسفار پنجگانه است که اسفار پنجگانه 5 کتاب اول عهد عتیق، سفر آفرینش، سفر خروج، سفر لاویان و سفر اعداد و سفر تثنیه هستش. باری با توجه به آنچه گفتم، من در ساعت 2 بعد از ظهر جمعه‌ای از ماه اوت سال 1869 در خانه ییلاقی زیبای خودم، در واقع در کاتومبی، جان به جان آفرین تسلیم کردم. مردی بودم 64 ساله، تنومند، مرفه، مجرد و ارزش 300 کنتو که معادل 1000 میلیری یا 1 میلیون ریز معادل $500 آن زمان هستش. و 11 دوست تا گورستان مشایعت هم کردند. فقط 11 نفر. درست است. نه دعوتی در کار بود و نه اعلانی در روزنامه ها. علاوه بر این بارانکی هم نم نم میبارید. یک ریز و غم انگیز. آنقدر یک ریز و غم انگیز که فی‌الواقع باعث شده که دوستان وفادار واپسین ساعات عمر من این نکته داستان را در خطابه‌ای که بر گور من ایراد کرد بگنجانم. شما که او را میشناسید، شاید در این گفته با من موافق باشید که طبیعت هم بر این فقدان جبران ناپذیر اشک حسرت می‌ریزد. فقدان یکی از ارجمندترین شخصیت‌هایی که با حضور خود در این دنیای حقیر بر بشریت منت گذاشت. این هوای غم‌انگیز، این قطره‌هایی که از آسمان می‌بارند، آن ابرهای تیره‌ای که چون جامه سوگ آسمان آبی را پوشاندند، همه نشانه اندوهی تلخ و جانفرساست که اندرون طبیعت را می‌خراشد و نیز نشانه ستایشی است که آسمان نثار این فقید عزیز و گرانقدر ما می‌کند. عجب رفیق نازنین و وفاداری. آن 20 ورق قرضه دولتی که برایش گذاشتم حلالش باشد. باری بدین ترتیب من به پایان روزهای خود رسیدم. بدین ترتیب پای در جاده دنیای کشف نشده هملت گذاشتم. اما نه اضطراب آن شاهزاده جوان را داشتم و نه تردیدهای او را. خیلی آرام و خوشخوشک، درست مثل آدمی که بعد از پایان نمایش در بیرون رفتن از تئاتر این پا و آن پا می کند، سلانه بی حال حدود 9 نفر یا 10 نفر رفتنم را تماشا می کردن که
3 تاشان خانم بودند. خواهرم سابینا که با کوتریم ازدواج کرده، دختر خواهرم که یک زنبق دره واقعی است و حوصله داشته باشید اگر یکم مجال بدهید هویت خانم سوم را هم برایتان فاش میکنم. فعلا به همین قناعت کنید که بگویم این خانم هرچند از بستگان نبود، از همه بستگان غمگین تر بود. حرفم را باور کنید، واقعا غمگین تر بود. نمیگویم موی خودش را چنگ چنگ میکند یا مثل آدمهای غشی توی خاک و خل غلط میزد. آخر در گذشته من هیچ چیز دراماتیکی نداشت. مردن آدمی مجرد در سن 64 سالگی همچون تراژدی دلخراشی نبود. تازه اگر هم بود باز هم چیزی از این نابجاتر نبود که آن خانم ناشناس پیش چشم مردم شیون و شین سر بدهد. همانجور بالای تخت ایستاده بود با چشمهای مات و دهن نیمه باز، انگار باور نمیکرد من رفتم. یک سر با خودش میگفت مرده و خیال او مثل صاعقه هایی که آن مسافر نامور به چشم خود دید که بی اعتنا به زمان و بی اعتنا به ربع و اطلال و دمن از ایلسوس به کرانه های افریقا پر میکشند. ایلسوس رودی در کنار شهر آتن هستش که مسافر نامور اشاره به اودسئوس یا اولیسوس است که در سفر او به افریقا زئوس صاعقه هایی بر کشتیش نازل کرد. باری خیال او از فراز ویرانی و فلاکت آن لحظه به کرانه های آفریقایی همار جوان پر کشید. بگذارید برود. ما هم کمی بعد به آنجا می رویم. وقتی من به سالهای اول عمرم برگشتم به آنجا می رویم. اجالتا خوش دارم آرام و به قاعده بمیرم. خوش دارم حقحق خانم ها و حرف های خوشایند مردها را بشنوم و طبل باران را بر برگ های گوشفیل و صدای گوشخراش تیز کردن تیغی را در بیرون خانه جلوی دکان استاد چندگیر. مطمئن باشید که نوای این ارکستر مرگ آنقدرها هم که فکر می‌کنید غم‌انگیز نبود. در واقع بعد از مدتی این نوا واقعا دلنشین می‌شد. زندگی مثل موجی سهمگین پیکرم را می‌لرزاند. هوش و حواس از سرم می‌پرید. داشتم با جسم و روح در سکون کامل فرو می‌رفتم و پیکرم رفته رفته بدن می‌شد به گیاه، سنگ، گل و هیچ. من از زاتوریه مردم. اما اگر به خواننده میگفتم علت مرگم آنقدرها هم زاتوریه نبود بلکه فکری بدی و سودمند بود، احتمالاً حرفم را باور نمیکرد. اما این حرف راست بود. حالا میخواهم ماجرا را به اختصار برای او توضیح بدهم تا خودش قضاوت کند. خب دوستان عزیزم، زمان بیشتر از این به من اجازه نمیده که این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. حتما اگر تونستید این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.